به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب جهان کوانتومی، نویسندگان برایان کاکس و جف پورشاو هستش و ترجمه کتاب رو آقای مازیار نوعی انجام دادن. این کتاب در سال 1394 توسط انتشارات پارسیک در تهران چاپ شده و در حوزه فیزیک و متافیزیک هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا یادداشت مترجم هستش و سپس فصل نخست چیز عجیبی در راه است، فصل دوم نخستین گام ها، فصل سوم ذره چیست، فصل چهارم همه چیز اتفاق می افتد، فصل پنجم توهم حرکت، فصل ششم موسیقی اتم ها، فصل هفتم چرا از میان زمین سقوط نمی کنیم، فصل هشتم ارتباط کیهانی، فصل نهم جهان مدرن، فصل دهم برهمکنش، فصل 11 فضای خالی خالی نیست و پیوستی به نام مرگ ستاره ها هم در این کتاب در انتهاش وجود داره. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. فصل نخست، چیز عجیبی در راه است. کوانتوم، این واژه بسیار جذاب، بسیار گیج کننده و بسیار هیجان انگیز است. بسته به اینکه چگونه به آن نگاه کنیم. کوانتوم هم گواهی بر پیشرفت عمیق علم و هم نشانه ای از ناتوانی شهود انسان در مواجهه با قرابت گریزناپذیر جهان زیر اتمی است. برای هر فیزیکدان مکانیک کوانتوم یکی از 3 ستون محکم نگهدارنده درک ما از جهان طبیعی به شمار می رود. 2 ستون دیگر نظریه های نسبیت خاص و نسبیت عام انیشتین هستند. نظریه های انیشتین با ماهیت فضا و زمان و با نیروی جاذبه سر و کار دارند و مکانیک کوانتوم نظریه‌ای درباره هر چیز دیگر است. میتوان به این بحث پرداخت که غیر شهودی و گیج کننده بودن این نظریه هیچ اهمیتی ندارد. زیرا در نهایت نظریه کوانتوم نظریه فیزیکی است که رفتار جهان را با دقت خیره کننده‌ای توضیح می‌دهد و پیش بینی می‌کند. به عنوان مثال، آزمایشی وجود دارد که به اندازه‌گیری نحوه رفتار الکترون در نزدیکی آهنربا مربوط است. فیزیکدانان نظری سالهای زیادی به کمک کاغذ و قلم و سپس کامپیوتر به پیشبینی نتایج این آزمایش پرداختند و در همین زمان فیزیکدانان تجربی به ساخت دستگاه‌هایی مشغول بودند که بتوانند به کمک آنها با بیشترین دقت ممکن نتایج را استخراج کنند. وقتی سرانجام هر 2 گروه به طور مستقل دستاوردهای خود را ارائه کردند، دقت پیشبینی‌هایی که بر اساس نظریه کوانتوم صورت گرفته بود چنان بود که گویی فاصله میان منچستر و نیویورک با خطایی کمتر از چند سانتیمتر پیشبینی شده است. این موضوع بسیار تاثیرگذار است. اگر تنها هدف نظریه کوانتوم پیشبینی‌های دقیق رفتار جهان میکروسکوپی باشد، این نظریه مدت هاست وظیفه خود را انجام داده است. با این حال علم موظف نیست تا به کاربرد بیانجامد. درست است که بسیاری از تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی که زندگی ما را دگرگون کردند از طریق همین پژوهش‌های بنیادی و یافته‌های نوینی برخاستند که تنها با انگیزه فهم بهتر جهان اطرافمان صورت گرفته بودند. سفرهایی که در تمام حوزه‌های علمی پیموده‌ایم امروزه به افزایش طول عمر، امکان سفرهای بین قاره‌ای، ارتباطات مدرن، آسودگی از زراعت دستی و امرار معاش طاقت فرسا و همچنین
به تصویری الهام بخشتر و در عین حال فروتنانه تر از جایگاه ما در این دریای بیکران ستاره ها انجامیده است. اما همه این موارد در واقع آثار جانبی علم‌اندوزی ما هستند. ما فیزیکدانان نظری نه به خاطر پیشرفت وسایل خانه و بهبود کیفیت زندگی که تنها به دلیل کنجکاوی مهار نشدنیمان به کشف می‌پردازیم. نظریه کوانتوم احتمالاً بزرگترین نمونه از داستانی است که در آن یک نظریه بسیار رمزآلود به شدت پرکاربرد نیز بوده است. این نظریه سحرآمیز است، زیرا جهانی را توصیف می‌کند که در آن یک ذره واقعاً می‌تواند همزمان در چند جای گوناگون باشد و برای حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر در حقیقت به طور همزمان از تمام مسیرهای ممکن در کل جهان عبور می‌کند. همچنین این نظریه مفید است، زیرا فهم بنیادی کوچکترین واحدهای سازنده جهان زیربنای محکمی برای فهم سایر ویژگی‌های جهان است. فارغ از پیچیدگی‌های ظاهری، پدیده‌هایی که مشاهده می‌کنیم، آموخته‌ایم که هر جسمی از واحدهای کوچک سازنده‌اش تشکیل شده است که بر اساس ضوابط نظریه کوانتوم حرکت می‌کنند. این قوانین آنچنان ساده هستند که می‌توان آنها را به سادگی روی کاغذ جا داد و همین نکته بر جذابیت نظریه کوانتوم افزوده است. اینطور به نظر می‌رسد که هرچه فهم بیشتری از ساختار ابتدایی جهان کسب می‌کنیم، همه چیز ساده‌تر به نظر می‌رسد. ما در طول این کتاب توضیح خواهیم داد که قوانین پایه‌ای نظریه کوانتوم چه هستند و واحدهای سازنده مواد چگونه تحت حکمرانی این قوانین دنیای قابل مشاهده ما را ساختند. اما پیش از آن که به این کار بپردازیم باید یک هشدار بدهیم. با اینکه قوانین بنیادی جهان بسیار ساده هستند، پیامدهای آنها به آسانی قابل محاسبه نیست. تجربیات هر روزه ما نتیجه برهم کنش مجموعه های چند هزار میلیارد اتمی با یکدیگر است و تلاش برای پیشبینی رفتار گیاهان یا انسانها به کمک محاسبات کوانتومی کاری بیخردانه خواهد بود. این اعتراف به هیچ وجه از ارزش فیزیک بنیادی نمی‌کاهد. در نهایت تمام پدیده‌ها به راستی تحت قوانین فیزیک کوانتوم رخ می‌دهند. برای نمونه بخشی از دنیای اطراف خود را در نظر بگیرید. مثلا به همین کتابی که جنسش کاغذ است و از درختی تهیه شده است و شما آن را در دست گرفته اید توجه کنید. درخت‌ها در حقیقت ماشین‌هایی هستند که می‌توانند اتم‌ها و مولکول‌های خاصی را دریافت کرده آنها را به اجزای ریزتری بشکنند و سپس در باز ترکیب این اجزا کلونی‌هایی را با چند میلیارد اتم تشکیل دهند که با یکدیگر همکاری کرده و هدفی را برآورده می‌سازند. درخت‌ها این کار را به کمک مولکولی به نام کلروفیل انجام می‌دهند که از بیش از 100 اتم کربن، هیدروژن و اکسیژن و کمی منیزیم و نیتروژن درست شده است و ساختار بسیار منظم و دقیقی دارد. این ترکیب از ذرات می‌تواند نوری را که مسافت بیش از 150 میلیون کیلومتر را از ستاره نزدیک به ما طی کرده است دریافت کند و انرژی آن را به دل سلول‌هایی انتقال دهد که از این انرژی برای تبدیل دی اکسید کربن و آب به اکسیژن حیات بخش استفاده می‌کنند. چون این زنجیره‌های مولکولی قادرند ابرساختارهایی همچون درخت‌ها و موجودات زنده دیگر و کاغذ این کتاب را بسازند. شما قادرید این کتاب را بخوانید و کلمات آن را بفهمید، زیرا چشمانی دارید که می‌توانند نور متفرق شده از صفحات این کتاب را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کنند که در مغزتان تجزیه و تحلیل می‌شوند.
مغزی که پیچیده‌ترین ساختار شناخته شده در جهان است. ما دریافته‌ایم که تمام اینها در واقع چیزی بیشتر از تجمع اتم‌ها در کنار یکدیگر و برهم کنش آنها با هم نیست. همچنین فهمیده‌ایم که تنوع بالای اتم‌ها نیز در واقع چیزی بیشتر از ترکیب‌های مختلف سه ذره نیست: الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها. علاوه بر این کشف کرده‌ایم که پروتون‌ها و نوترون‌ها نیز خود از ذرات کوچکتری به نام کوارک درست شدند. قانون حاکم بر تمام این ذرات نظریه کوانتوم است. بنابراین می‌بینیم تصویر جهانی که در آن سکونت داریم طبق فیزیک جدید بسیار ساده است. قوانین ساده چنان ذرات میکروسکوپی را در هم می‌آمیزند که از آن جهان غنی و زیبای ماکروسکوپی شکل می‌گیرد. این احتمالاً عظیم‌ترین دستاورد علم مدرن است. کاهش پیچیدگی سرشار موجودات در دنیا به توصیفی از رفتار تنها چند ذره زیراتمی و 4 نیرویی که بین آنها عمل می‌کند. بهترین توصیف از 3 نیروی هسته‌ای قوی، هسته‌ای ضعیف و الکترومغناطیس را در حال حاضر نظریه کوانتوم فراهم کرده است. فقط نیروی جاذبه که ضعیف‌ترین و احتمالاً آشناترین نیروی موجود در طبیعت است، هنوز توصیف کوانتومی قانع کننده‌ای نیافته است. باید بپذیریم نظریه کوانتوم به عنوان نظریه عجیب و غریب بر زبان افتاده و به همین دلیل از آن سوء استفاده هایی نیز شده است. گربه‌ها می‌توانند همزمان مرده و زنده باشند. ذرات می‌توانند همزمان در چند نقطه باشند. هایزنبرگ عنوان کرده است که هیچ چیزی قطعی نیست. این جمله‌ها همه درستند، اما نتیجه گیری هایی که از آنها می شود، مثلا این نتیجه گیری که جهان به روش‌های اسرارآمیز کار می کند، معمولاً درست نیستند. ادراک ماورایی و شفادهی ماورایی، کریستال هایی که از ما در مقابل انرژی منفی دیگران حفاظت می کنند و بسیاری از شیادی های دیگر، امروزه واژه کوانتوم را نیز در کنار خود قرار می دهند. اینها چرندیاتی هستند که از ابهام در سخن و ابهام در فکر، آرزومندی های خام، سوء تفاهم های عمدی یا سهوی و یا ترکیب اسفباری از تمام این عوامل نشأت گرفتند. نظریه کوانتوم جهان را با دقت و روشنی بسیار توضیح می‌دهد و از ریاضیات دقیقاً به همان نحوی استفاده می‌کند که گالیله و نیوتن استفاده کرده بودند. به همین دلیل است که ما می‌توانیم پاسخ مغناطیسی یک الکترون را با چنان دقتی که گفتیم پیش بینی کنیم. نظریه کوانتوم توصیفی از طبیعت فراهم می‌کند که همان گونه که خواهیم دید قدرت تبیین و پیشگویانه بسیار زیادی دارد و می‌تواند طیف وسیعی از پدیده‌ها را از آنچه در تراشه‌های سیلیکونی می‌گذرد تا آنچه در ستاره‌ها رخ می‌دهد توضیح دهد. هدف ما در این کتاب این بوده که نظریه کوانتوم را از حاله ابهام خارج کنیم. این نظریه را حتی بنیانگذارانش در سده قبل بسیار گیج کننده توصیف کردند. در این کتاب می‌کوشیم با سود گرفتن از یک قرن پیشرفت‌های نظری و تجربی اکنون از منظر مدرن‌تری به نظریه کوانتوم بنگریم. با این حال برای این کار لازم است سفر خود را با شروع قرن 20 آغاز کنیم و به بررسی چند نمونه از مسائلی بپردازیم که فیزیکدانان آن زمان را وادار کرد دیدگاه خود را به شکل ریشه‌ای تغییر دهند. مشابه بسیاری از پیشرفت‌های دیگر علمی، مکانیک کوانتوم نیز با کشف پدیده‌های طبیعی که در چارچوب‌های علمی زمان خود قابل توضیح نبودند به میدان آمد. برای مکانیک کوانتوم چنین پدیده‌های زیاد و گوناگون بودند، گویی آبشاری از نتایج غیرقابل توضیح
به روی فیزیکدانان سده پیش روان شده بود که آنها را مدام دچار هیجان و پریشانی می‌کرد. به درستی می‌توان از آن دوره به دوران طلایی فیزیک یاد کرد. پیشتازان این دوره چنان طنین بلندی بر سده پیش انداختند که اسامی آنها امروز نیز بر ذهن و آگاهی هر دانش آموزی حک شده است. رادرفورد، بور، پلانک، انیشتین، پاولی، هایزنبرگ، شرودینگر، دیراک. احتمالاً دوباره شاهد زمانی نخواهیم بود که این همه نام بزرگ همزمان در کنار چهره علم قرار بگیرند و نماد تلاش برای هدف علمی مشخصی شوند. هدفی که در آن زمان به ساختن یک نظریه تازه از اتم‌ها و نیروهای جهان خلاصه می‌شد. ارنست رادرفورد که کاشف هسته اتم است، در سال 1924 با نگاهی به دهه‌های اول نظریه کوانتوم نوشت: سال 1896 آغاز چیزی را نشانه گذاری کرده است که میتوان آن را به درستی عصر قهرمانانه علم فیزیک دانست. تاکنون هرگز در تاریخ فیزیک شاهد چنین فعالیت شدیدی نبوده ایم و تاکنون هیچگاه اکتشافاتی با چنین اهمیت بنیادی به سمت فیزیکدانان روانه نشده بود. اما بیایید پیش از آنکه به قرن 19 و سالهای تولد نظریه کوانتوم سفر کنیم، نگاهی به واژه کوانتوم بیاندازیم. این کلمه چه معنایی دارد؟ واژه کوانتوم نخستین بار در سال 1900 و در نتیجه کارهای ماکس پلانک وارد فیزیک شد. زمانی که پلانک درگیر یافتن توصیفی نظری برای پرتوهای الکترومغناطیسی ساطع شده از اجسام داغ، مسئله‌ای که امروزه به آن تابش جسم سیاه میگوییم بود. در واقع او از طرف یکی از شرکت‌های سازنده لامپ‌های الکتریکی به این کار گمارده شد. ما در ادامه کتاب به طور مفصلی به دستاورد پلانک خواهیم پرداخت، اما اکنون تنها توضیح می‌دهیم که او دریافت برای توضیح پرتوهای جسم سیاه لازم است نور را به صورت بسته‌های کوچک انرژی در نظر بگیریم. پلانک این بسته‌های انرژی را کوانتا نامید. معنای این کلمه بسته یا گسسته است. پلانک ابتدا گمان می‌کرد این کار چیزی جز ترفندی ریاضی نیست، اما پژوهش‌های آلبرت انیشتین در سال 1905 روی پدیده موسوم به اثر فوتوالکتریک نشان دادند که فرض بسته‌های گسسته انرژی فرض درستی بودند. این نتایج به راستی جالب بودند، زیرا بسته‌های انرژی می‌تواند به سادگی بیان دیگری از ذرات نور باشد. این ایده که نور در حقیقت جریانی از ذرات کوچک است، تاریخچه بلند و مفصلی دارد و به تولد فیزیک مدرن و آیزاک نیوتن باز می‌گردد. هر تردیدی را در خصوص ماهیت نور برطرف کرد. مقالاتی که انیشتین آنها را عمیق‌ترین و پربارترین دستاوردهای فیزیک پس از آیزاک نیوتن خوانده بود. ماکسول نشان داد نور موجی الکترومغناطیسی است که در آن فضا حرکت می‌کند. بنابراین مقالات ایده موجی بودن نور هیچ نقصی نداشت. با این حال آرتور کامپتون و همکارانش در آزمایش‌هایی که بین سالهای 1923 تا 1925 در دانشگاه واشنگتن انجام دادند، موفق شدند بسته‌های نور را با الکترون‌ها برخورد دهند و مشاهده کنند که هر دو شبیه توپ‌های بیلیارد رفتار می‌کنند. این آزمایش‌ها شواهد دیگری بودند که به فرض پلانک اعتبار بیشتری می‌بخشیدند. در سال 1926 کوانتاهای نور فوتون نامیده شد. شواهد بسیار محکمی در دست بود که نور هر دو رفتار موجگونه و ذره‌ای را از خود نشان می‌دهد. اینها نشانه‌هایی بود از نزدیک شدن به پایان عمر فیزیک کلاسیک و تولد نظریه کوانتوم. فصل دوم، نخستین گام‌ها.
ارنست رادرفورد شروع انقلاب کوانتومی را به سال 1896 نسبت می‌دهد. زیرا در این سال بود که آنری بکرل هنگام کار در آزمایشگاه خود در پاریس رادیواکتیویته را کشف کرد. بکرل قصد داشت از ترکیبات اورانیومی برای تولید پرتو ایکس استفاده کند. پرتویی که چند ماه قبل ویلیام رونکن آن را در شهر وزربرگ کشف کرده بود. رادرفورد پی برد ترکیبات اورانیومی از خود چیزی ساطع می‌کنند که قادر است فیلم‌های عکاسی را حتی وقتی این فیلم‌ها در مقواهای بسیار ضخیمی پیچیده شوند و در معرض هیچ نوری قرار نگیرند تاریک کند. اهمیت پرتوهای اورانیومی که آنری بکرل کشف کرده بود به سرعت در سال 1987 و در یکی از مقالات دانشمند بزرگی به نام آنری پوانکاره برای جامعه علمی روشن شد. پوانکاره در این خصوص نوشت: این کشف ممکن است دسترسی به جهانی را برای ما فراهم کند که تا به حال هیچ تصوری از آن نداشتیم. ویژگی حیرت انگیز واپاشی رادیواکتیوی که در آن زمان نوید کسب دانش عمیق‌تری را میداد این بود که گویی هیچ چیز مانع گسیل این پرتوها نمیشد. به عبارت دیگر این تشعشعات به صورت آنی و غیر قابل پیش بینی از ماده خارج می شدند. در سال 1900 رادرفورد به این مشکل اشاره کرد. تمام اتم هایی که در یک زمان خاص تشکیل شدند باید در یک بازه زمانی معین دوام داشته باشند. با این حال چنین انتظاراتی در تضاد آشکار با مشاهدات تجربی ما در خصوص قانون واپاشی رادیواکتیوی است. مشاهداتی که نشان می‌دهند هر یک از این اتم‌ها عمری دارد که می‌تواند هر عددی از 0 تا بی‌نهایت باشد. چون این رفتار تصادفی در دنیای میکروسکوپی بسیار شگفت‌انگیز بود، زیرا تا آن سالها علم رفتاری جبری به تمام پدیده‌های جهان نسبت می‌داد. همه عقیده داشتند که اگر در یک زمان مشخص تمام دانش ممکن درباره جسمی را در دست داشته باشیم، می‌توانیم با قطعیت تمام آنچه را که برای آن جسم رخ خواهد داد پیش بینی کنیم. یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های نظریه کوانتوم شکستن چنین تصویری است. مکانیک کوانتوم نه با قطعیت که با احتمالات سر و کار دارد. این موضوع به این دلیل نیست که ما دانش کاملی از مسئله نداریم. در واقع مکانیک کوانتوم توضیح می‌دهد که برخی جنبه‌های طبیعت به طور ذاتی از مسیر قوانین شانس و احتمالات حکمرانی می‌شوند. بنابراین پیشبینی زمان واپاشی اتم رادیواکتیو از دیدگاه نظری غیر ممکن است. واپاشی اورانیوم اولین برخورد جامعه علمی با موضوع تاس طبیعت بود و این پدیده بسیاری از فیزیکدانان را برای مدت زیادی سردرگم کرد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. این کتاب بسیار زیباست. اگر به فیزیک و کوانتوم علاقه دارید حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.